دمه روزه براتون بگم، یکی از روزه خانه‌های علی عبدالله است، یکی از روزه خانه‌های معروف علی عبدالله است تو تهران. میگه از مسجد برمیگشتم، این مسیر رو پیاده به سمت خانه برم، دیدم چند تا بچه دورم رو گرفتن، آقا میشه برامون روزه بخوانیم؟ اول گفتم من خستم، حالی برام باقی نمونده، اما بعد گفتم دلشون رو نشکنم، براشون روزه بخوانم. دنبالشون آرام آرام شروع کردم به راه رفتن، دیدم یه مغازه‌ای خرابه متروکه، یه پرچم سیاه زدم، یه پرچم یا ابا عبدالله نصب کردم، اومدم نشستم رو صندلی، روزه براشون خوندم، همان گونه که در مساجد روزه خونده بودم براشون روزه خوندم. خیلی اشک ریختن، خیلی گریه کردن این بچه‌های 10-12 ساله. گاهی اوقات یه نظر و یه عنایتی به همین مجالس میشه، نگاه به غربت مجلس نکنید به بلا. علی عبدالله نظر میکنه این مردم، میگه صدا زدم آب بفرمایید، چای برا شما آوردیم، دیدم یکی از بچه‌ها یک استکان چای برام آورده، گفتم این بچه است، این بازی گوشه، نخوردم چای رو به طوری که متوجه نشم، این چای رو یه گوشه ریختم، شاید هم متوجه شدن نمیدونم به دادا، اما چند تا پول خورد چند تا سکه برام آوردن، آقا اینم صله شما، اینم صله امام حسین، صله رو با احترام و عزت گرفتم، با احترام و عزت بوسیدم، بر سر گذاشتم، اینم کمک من به بیعت شما، اینو برایت خودتون خرج کنید. با احترام و عزت خیلی ازم تشکر کردم، اومدم به خانه، خسته بودم خوابم گرفت، شب در عالم رویا مادرش فاطمه زهرا دیدم، بیبی جان روشو از من برگردونده، رو گرفته منو نگاه نمی کنه. بیبی جان چرا منو نگاه نمی کنی خانم؟ من که نوکر حسین شمایم، خدا نکنه یه روز بیبی زهرا رو ببینی نگاه نکنه. آی مردم ای وای آی بیبی جان، بیبی جان چیکار کردم؟ 10 شب و روز روزه برام پسرتون خوندم، چرا منو نگاه نمی کنی خانم؟ صدا زدم شب یه یتی رفتی، گفت آره یه یتی رفتم خانم، چطور؟ بد خوندم؟ نه پسرم تو رفتی توی یت چه کار کردی؟ خانوم جان کاری نکردم، با عزت و احترام صله رو گرفتم، با عزت و احترام صله رو بهشون پس دادم.